5 تا از پردرآمدترین شغل جهان کدامند؟ لیست شغل‌های دنیا بسیار بلند بالا بوده و هر یک از شغل‌ها درآمدهای مختلفی دارند. اما آیا می‌دانید پردرآمدترین شغل‌های جهان کدامند؟ در ادامه 5 شغل برتر دنیا را به شما معرفی می‌کنیم که میزان درآمدشان بسیار بالا بوده و طرفداران زیادی هم دارند. پس با ما همراه باشید. شماره 5 متخصص ارتودنسی. متوسط حقوق پایه $24000 در سال. متخصصین ارتودنسی در تشخیص، پیشگیری و اصلاح نامرتبی دندانها و فک‌ها تخصص دارند. آنها از بریس‌ها، تراز کننده ها و سایر وسایل ارتودنسی برای کمک به بیماران برای دستیابی به لبخندهای زیبا و سلامت دهان و دندانها استفاده می کنند. شماره 4 روانپزشک. متوسط حقوق پایه $241,000 در سال. روانپزشکان پزشکانی هستند که در زمینه سلامت روان و بهزیستی عاطفی تخصص دارند. آنها انواع بیماری‌ها و اختلالات روانی را تشخیص داده و درمان می‌کنند و به بیماران کمک می‌کنند تا از طریق مبارزات خود عبور کنند و در زندگی خود ثبات پیدا کنند. شماره 3 جراح فک و صورت. متوسط حقوق پایه $250,000 در سال. جراحان دهان و فک و صورت در درمان بیماری‌های مربوط به دهان، فک و ساختارهای صورت از طریق روش‌های جراحی تخصص دارند، از ایمپلنت‌های دندانی گرفته تا جراحی فک اصلاحی. آنها دارای تخصص لازم برای رسیدگی به مسائل مختلف سلامت دهان با دقت و مراقبت هستند. شماره 2 جراح. متوسط حقوق پایه $308,000 در سال. جراحان متخصصان پزشکی بسیار ماهری هستند که برای درمان جراحت، بیماری‌ها و ناهنجاری یا عمل جراحی انجام می‌دهند. نقش آنها نیازمند دقت استثنایی، تخصص و توانایی تصمیم گیری حیاتی تحت فشار برای اطمینان از نتایج بیمار است. شماره 1 متخصص بیهوشی. متوسط حقوق پایه $338,000 در سال. متخصصان بیهوشی متخصصان پزشکی هستند که در انجام بیهوشی در حین جراحی‌ها و اقدامات پزشکی تخصص دارند و در رده بالاترین حقوق در جهان قرار می‌گیرند. خیلی ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودی. از نظر شما پردرآمدترین شغل جهان چیه؟ توی کامنت ها بهم بگید.